امروز میخوایم یک ویدیوی فوق‌العاده متفاوت و قشنگ با هم دیگه داشته باشیم. میخوایم وحشیانه ترین و ترسناک ترین شکنجه های تاریخ رو با هم دیگه بررسی بکنیم. شکنجه هایی که در طول تاریخ افراد قدرتمند یا حکومت ها روی مردم اجرا میکردن که بعضیاشون واقعا مغز آدم رو میترکونه. حتما این ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو درباره این شکنجه ها به من بگید. این پارت اول این ویدیو و این سبک از ویدیو هامونه. حتما دوست دارم نظرتون رو دربارهش بدونم. وقتی صحبت از شکنجه میشه اغلب ذهنتون میره سمت یک تکنیک واسه آزار و اذیت و کشتن یک فرد. شاید تو ذهنتون یک خشم و کینه ای از اون شکنجه و خشونت ایجاد بشه، ولی پشت این خشم باید بپردازیم به اون ذهن خلاق و اون ذهن مریضی که این شکنجه رو ساخته و طراحی کرده. طبیعتاً اون ذهن، اون شخص انقدر مریض و پر از کینه بوده که تونسته همچین درد و رنجی رو درون خودش تصور کنه و اونو به قربانیش منتقل کنه. یک واقعیت تلخی که وجود داره اینه که در طول تاریخ خیلی از انسان‌ها شکنجه شدن. خیلی از انسان‌ها به بدترین شکل ممکن کشته شدن، چه به حق و چه به ناحق. بعضی از این کشته شدنها به قدری ترسناک و وحشیانه بوده که حتی فکر کردن به اونها میتونه شما رو بترسونه، میتونه نفسهای شما رو سنگین کنه. بر اساس نوع جرم و میزان عقده و خشم طرف محاکمه کننده، این شکنجه ها که منجر به مرگ می شدن خیلی بیرحمانه و وحشیانه بودن. امروز میخوایم چند تا از این شکنجه ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خوشحال میشم قبل از اینکه این ویدیو شروع بشه این ویدیو رو حتما لایک کنید و نظرتون رو درباره این شکنجه ها به من بگید. گاو برنجی، این شکنجه یا بهتره بگیم این اعدام به صورتی بوده که یک گاو از جنس برنج می ساختن که درش از پشت باز و بسته می شده. زمانی که قربانی رو داخل اون جای می دادن، در رو می بستن و زیرش آتش رو روشن می کردن تا قربانی داخلش به آرامی کباب بشه. شاید این تو ذهنتون یک چیز معمولی باشه، ولی داستان همینجا تموم نمی شده. قسمت بد و ترسناک این داستان اینجاست که بخش دهان این گاو باز بوده تا قربانی جایی برای نفس کشیدن داشته باشه، جایی برای فریاد زدن داشته باشه و اون فریاد زمانی که بیرون می اومده با توجه به طراحی این گاو برنجی شبیه صدای گاو می شده و این یک ترس بدی در دل مردم می انداخته و باعث می شده حتی مرگش هم طولانی بشه. این اعدام توی یونان باستان انجام می شده و به این گاو اصطلاحاً گاو سیسیلی هم می گفتن. اعدام بعدی، چنگال دو طرفه. این اعدام توسط یک چنگال دو طرفه و یک بند که به دور گردن بسته می شده انجام می شده. یک سر چنگال زیر چانه قربانی و سر دیگرش در قسمت جناق سینش. بعدش هم قربانی رو با همون بند آویزون می کردن. قربانی زنده می موند تا زمانی که سرش رو پایین نیاره، ولی در اثر خفگی تدریجی سرش پایین می اومد و با فرو رفتن چنگال توی گردن و جناق سینش به آرومی از خونریزی میمرد. تابوت شکنجه، این هم یکی از آرومترین مرگ هاست. فرد قربانی رو درون این قفس قرار میدادن و اون رو معمولا خارج از شهر آویزون میکردن. شاید این صحنه ها رو توی فیلم ها دیده باشین. قربانی به آرامی زیر آفتاب میمرد. این مرگ روزها طول میکشید. افسانه ها میگن بعضی وقتها مقدار ناچیزی غذا و آب کثیف هم به قربانی میدادن که فقط مدت زمان بیشتری زنده بمونه و بیشتر درد و رنج ببینه. در نهایت تا مدتها بعد از مرگش هم برای درس عبرت داخل اون تابوت آویزون میموند تا تبدیل به غذای پرنده ها به اسکلت میشد. شکنجه موش یک اعدام خیلی آروم و بسیار دردآور. این شکنجه به دو صورت انجام میشده. توی مرحله اول تعدادی موش رو روی شکم قربانی که بسته شده بود قرار میدادن و یک سطل فلزی روی شکم میذاشتن، دقیقاً روی موش ها. سپس مقداری آهن رو داغ میکردن و روی سطل میذاشتن. با این کار فضا برای موش ها گرم میشد و اونها برای فرار از گرما شروع میکردن به پاره کردن شکم قربانی. توی حالت دومش همین کار رو میکردن، ولی یک باکسی
به روی سر قربانی میذاشتن و مقداری موش رو داخل اون میریختن. اینجا هم موشها به آرامی صورت اون فرد رو میخوردن. یک اعدام چند مرحله‌ای توی انگلستان و قرون وسطا بوده که برای خائنین به پادشاه انجام میشده. این شکنجه به صورتی بوده که فرد محکوم رو توی چند مرحله میکشتن. اول اون رو برای لحظاتی به دار میآویختن، سپس اون رو در ارتفاعی میبستن و ابتدا آلت تناسلی اون رو میبریدن. بعدش کم کم مقداری از روده هاش رو در میآوردن و به همراه آلت تناسلیش توی آتش میانداختن، دقیقاً روبروی خودش، و در انتها یا اون رو سر میبریدن یا دست و پای اون رو به 4 اسب میبستن و هر کدوم از اسب‌ها به سمت مختلفی میرفت و اون تکه تکه میشد. ازدواج جمهوری خواهان، یک اعدام و شکنجه خیلی عجیب برای محاکمه زنها و مردهای گناهکار، اغلب برای کشیش‌ها و راهبه هایی که درون کلیسا عاشق میشدن یا رابطه جنسی داشتن و این برای تنبیه اونها و ترساندن بقیه کشیش‌ها انجام میشده. زن و مرد گناهکار رو لخت میکردن، به هم میبستن و اونها رو توی آبهای سرد رها میکردن تا غرق بشن. میگن جاهایی که آب نبوده یا آب سرد نبوده، قبلش اونها رو از میان نیزه های زیادی رد میکردن تا بدنشون پاره پاره بشه. این شکنجه و اعدام در زمان حکومت کلیسا توی اروپا رواج زیادی داشته. همونطوری که میدونین راهبه ها حق ازدواج یا رابطه جنسی رو ندارن و این محاکمه برای کسایی بوده که این قانون رو زیر پا میذاشتن. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشین. خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنید و کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.